خب بسیار زیاد تشکر از توجه شما، از دعوت شما. بسیار خوش هستم که اینجا هستم، حضور یافتیم. دیگه ما آمادگی کامل نداشتیم که اینجا کت شما من اینجا انترویوم کنم، ولی در آینده ها اگر خواسته باشین باز من با دست پرخواد آمدم انشاءالله با شما همکاری های بیشتر خواهد کرد. شما کیستی؟ اسم عبید روحی است. در افغانستان در کابل تولد شدیم. مکتب و اینا را همونجا تحصیلات تمام کردیم. تحصیلات عالی را در بیلاروس در شهر منسک دیپلم انجینری و مهندسی را در اونجا گرفتیم. بعد از که پس افغانستان آمدیم، موضوعات سیاسی در هم و بر هم شد که مهاجر شدیم. بعد از اون وقتی که ما طرف دیار غربت را به سر گرفتیم و رفتیم طرف اروپا و بالاخره طرف امریکا. شما حالا چیکار هستی؟ حال تقاعدی، یعنی پنسیونر به حساب روسی کار نمیکنم و زیادتر وقت ما حال بیکار که میشم روی آهنگای جدید کار میکنم، آهنگ میسازم، تصنیف های نو زیاد ساختیم، کمپوزام زیاد دارم، ولی حالا میگن ایدیا که پیدا میشه اگه بیرون نویس میکنم، میگن تصنیف شعر باز روی از کمپوز میسازم. کمپوزه که هنوز خام است که بسته بندی نشده، درست نشده، خیلی زیاد دارم، ممکن است از 150-200 تجاوز کنم، ولی روی از اونا میخوام که کار کنم که اونا بسته بندی شود دیگه با آواز خود، البته نه که مال شما در باره تاجیکستان اون شعر نوشتید؟ بله شعر نوشتم. یک شعر است که او راجع شعر میهنی است راجع به تاجیکستان، او را شگوفه عارفیان خوانده، او کلیپش هست و اونا باز اینجا کلیپ هم ساختن. او از من خواهش کرد که هم شعرش بگویم هم کمپوز کنم، پدرش جمشید عارفیان، و اون نشرم شده اینجا. و دیگه ای که خودم بسیار وقتی که آمدم 10 سال پیش تاجیکستان تصمیم گرفتم که یک شعر راجع به دختر تاجیک بگویم. همین در پارک لاهوتی اینا همه شبانه از هتل میبرامدم میرفتم قدم زدن اینا، همین شعر اساسا به ذهن ما آمد، همین شعر اساسا تکمیل کردم. بالاخره ایره باز کمپوز کردم، رفتم میره ثبت کردم در استودیو. اینجا استودیو به خالم از آقای کامران بود فکر کنم دیگه. می خواندن را از وقتم تاله نشدیم ولی ثبت شد. ثبتش چون بسیار با عجله شد، این موزیک شنوز ما بخوام سر موزیکش کار کنم، ولی کمپوزش هست. ایره باز میتونیم که با شما بتونم که نشر کنیم. میدونید که هم برزم زمان چهار میسترش؟ کوشش میکنم ولی آواز دختر تاجک بسر دارد 100 تاج هنر، دختر تاجک بسر دارد 100 تاج هنر، با سخن پردازیش زبانش قند و شکر، در زیبایی های خود ندارد رقیب دگر، در زیبایی های خود ندارد رقیب دگر، با نازوش و گری میچرخد این بر و بر، با نازوش و گری میچرخد این بر و بر. معذرت میخوایم که آواز کدواد است. برای دختر تاجک عمومی، این صفت عمومی دختر تاجک است. میدونی چی میگم؟ برای یک شخص نیست، برای عمومی دختر تاجک است. تاجیکستان همونطور که اون شعر میهنیش هم گفتیم که کشور زیبای من تاجیکستان تاجیکستان، و نمو را در اشعار از او گنجانیدیم، بسیار مقبول تشریح شده. کورم انشالله که به زودی همو میخوام که اثر موزیکش بسته بندی شود، موزیک درست شود و او را ما یک تحفه برای دولت تاجیکستان او را میخوام که یک تحفه باشه برای زنان. و او یقینا کمپوزش هم خوب است، شعرش هم بسیار عالی است. انشالله کورم در خدمت شما خواهیم رساند. شما اصلا کنسرواتوری موسیقی بود کردین، غیری پالیتکنیک بودن؟ ما کل عمر ما را بسیار مصروف بودیم. در عین مصروفیت که بودیم در زندگیم
ما چون شوق علاقه زیاد بوده در موسیقی و کمپوزیشن اینا و اشعار، وقت ما بسیار زیاد چی کردیم تلف کردیم و یک کانفرنس چیزه گفتین مکتب موسیقی اینا را بله در کابل موسیقی را آقای استاد زلاند جلیل زلاند دایر کرده بود که ما اونجا کورسای آوازخوانی را گرفته بودم برای 6 ماه و بعد از او در امو کابل کورس گیتار بود گرفتم، اونم دوام دادن نتونستم برای دیگه فشار درس‌ها زیاد بود. روسیه که رفتم در بیلاروس در مینسک پیانو را گرفتم، اونم چون فشار درس زیاد بود اضافه از 3 ماه دوام دادن نتونستم. خلاصه که کدام مکتب خاصی که فاکولته موسیقی را بخوانده باشم نخیر نخوند. شما در یک صحبت می‌کنید که اصلا مادرم زید بود. بله مادرم یگانه دلیل دیگه شمی بود که مادرم نمیخواست که من آوازخوان شوم و برادر مادرم آقای استاد جلیل زلان او که الگوی ما است و بسیار چیزها را از اونا ما آموختیم چون از خردترکی در دامنشان کلان شدیم. مادرم میگفت هنرمندایی که در افغانستان زندگی از اینا رو ببینید که چی هست، هیچ چیزی ندارن. یعنی در موسیقی کسی نمیتونه که حیات خود تضمین کنه. در اون وقت در افغانستان همه طورم بود. از ما آقای استاد زلان خونا خوب از مدیر عمومی موسیقی بودن و آهنگساز بودن و کمپوز میدادن اینا میکردن، زندگیشان خوب بود. ولی مادرم نمیخواست که من آوازخوان شم. میگفت که میخوای آواز بخوانی در مجالس خصوصی در هر جایی که میباشه ما هستیم بخوان. میگم نمیگم که تویش نخوان، اما این حرفه‌ای برات نباشه. یعنی من میخوام که تو تحصیلات عالی داشته باشی، درس بخوانی که از او را زندگی تو بتونی زندگی عائلگی تا زندگی تضمین کنی. درباره احمد ظاهر اون شنیدید؟ خدا بیامرزه احمد ظاهر آوازخوان است که زنده است و روز به روز زنده تر شده میره. بسیار جالب است که از فوتشان چندین سالها میگذره، اضافه از 40 سال و او در قلب حتی کودکانی که نو به دنیا میآید او میجنبه. آوازش تنین انداز میشه در کودکانی که در خارج از افغانستان، حتی در داخل افغانستان، در تاجیکستان میدانم که احمد ظاهر بسیار دوست دارن چون اینا هنرپرور هستن، میفهمن و همونطور در افغانستان، در ایران کسایی که در خارج هستن به اصطلاح بتونم بگم که بسیاری کسا تا عبادت میکنن او به آوازش و ما شناس چند بار از نزدیک همراهشان دیدیم در مجلس خصوصی در کابل و پسر عمه من عبدالله اعتمادی بسیار امرش نزدیک بود که امرش هم درم می نواخت هم طبله می نواخت. یک شب در مجلس شیرینیخوری عروسی عبدالله جان بود، همونجا بودن. یک شب در کنسرتش دعوت کرده بود دان مرا در کابل کانتیننتال، همونجا با هم آشنایی دیگه زیاد از او ندیده میشن. دو میسر شعر دو سرود از احمد ظاهر کنید. بیو پا سروده. عزیزم به یادت، عزیزم به یادت، شب شد چو زلفت با ناامیدی آیم به صبح لا 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 لا. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. سوال را به حساب نرمندی آمدیم که سوال را سیاسی ساخته. تشکر بسیار زیاد. لطف کردید.